دقت کنید، عناصر تو جدول تناوبی دو تا نکته است، دو تا پارامتره که هر کی تو شیمی، علوم شیمی بلد باشه انگار بازیش رو خیلی راحت‌تر میتونه ببره. یک، جدول تناوبیه و دو، ساختار اوربیتالیه که ساختار اوربیتالی رو انشاءالله در هفته‌های آتی راجع بهش صحبت می‌کنیم. در رابطه با عناصر، برای مثال عناصر گروه اول هیدروژن، لیتیوم، سدیم، پتاسیم، روبیدیوم، سزیم و فرانسیم هستش که حفظ کردن این خیلی کار سختیه، ولی من یه رمز بهش میگم. دقت کنید، هلینا کرباسیفر، هلینا کرباسیفر، ببین هلینا کرباسیفر، تمام اوکی. این از این. برای گروه دو یعنی بریلیوم، منیزیم، کلسیم، استرانسیم